تو این ویدیو میخوایم راجع به موضوع این ویدیو راجع به حقیقت تلخه و اون که اراده کافی نیست. من آرش هستم و اینجا هگزاماینه، دوتا با من همراه. اشکال نداره، بذار باشه. حواس پرت میشه، حواس بیرانه خوشش میاد. ولی حیف که کلش کامل نمیافته. بایستا دیگه میگرده. خب برو. تو این ویدیو راجبه سلام. توی این ویدیو قرار راجبه این موضوع صحبت کنیم که اراده کافی نیست، حقیقتی تلخ اما نجات بخش. من آرش هستم و اینجا هگزاماینده. من داده‌های مختلف در مورد موضوعات گوناگون رو بررسی میکنم و از طریق تحلیل‌های آماری یه توضیح خلاصه‌ای برای موضوعاتی که راجع به اونها جستجو کردم درست میکنم و اون رو توی این چنل برای شما بازگو میکنم. با من همراه باشید. توی این ویدیو قراره راجع به موضوع اراده صحبت کنیم و اون که چرا واقعا اراده کافی نیست. دلایل علمی میاریم در مورد اینکه اراده کافی نیست، صرفا یک واژه است و چیزهای دیگه‌ای هستن که اهمیت دارن و میتونن شما رو در رسیدن به اهدافتون کمک کنن. مواردی که بعد میگم جذاب نمیگم. خوب بود ایسا. ویدیوی اول دیگه. برو بگو. میشونی هر چیزی که فکر میکنی بد گفتی دوباره تکرار کنی. قرار اینا برنامه بچسبونی دیگه. خب توی مواردی که اینجا نگاه میکنم حقیقت اینه که خیلی وقتا اراده هست ولی در واقع عملی نیست. خواستن هست ولی اقدامی نیست. یا تصمیم هست ولی هیچ عملی نیست. من چرا این متن نمیتونم حفظ کنم؟ سلام، من آرش هستم و این ویدیو درباره حقیقت تلخه اما نجات بخش و اون اینه که اراده کافی نیست. ما بارها با خودمون فکر کردیم که اگه فقط اراده می‌کردیم فلان کار رو حتما انجام میدادیم، ولی حقیقت اینه که خیلی وقتا اراده هست ولی کاری پیش نمیره. تصمیم هست ولی عمل نیست. خواستن هست ولی انجام دادن نه. و سال‌هاست که این حس درونی با سرزنش همراه بوده، با این فکر من ضعیفم، من قدرت ندارم، من بی‌عرضه‌ام، من تنبلم. اما علم جواب دیگه داره. پژوهش‌های عصبی، روانشناختی و رفتاری نشون میدن که موفقیت فقط به اراده درونی بستگی نداره، بلکه به عواملی مثل ورزش هوازی، طراحی محیط، رفتارهای کوچکی تکرار شونده و هدف‌گذاری روشن و مشخص بستگی داره. توی ویدیو با هم قرار چند از مهمترین و جدیدترین یافته‌های علمی رو مرور کنیم و ببینیم چطور میشه هوشمندانه تغییر کرد، نه اینکه به سختی و توأم با رنج فراوان. با ما همراه باشید. خب اجازه بدید تا بپردازیم که اراده واقعا چقدر کار میکنه. تا حالا چند بار تصمیم گرفتیم تغییر کنی؟ یه رژیم بگیری، زود بیدار شی، برنامه‌ریزی کنی، یه پروژه‌ای رو تموم کنی و چند بارش به آخر رسیده؟ چون نمیخواستی و چند بارش به آخر رسید؟ نه چون نمیخواستی بلکه چون نمیشد یا نمیبود. دوستان در سالهای اخیر متانالیزهای مختلفی درباره تمرین اراده انجام شده. حالا من توضیح راجع به وایسا تو این متن رو فهمیدی؟
چرا اون چیزی که فهمیدی رو نمیگی؟ کلمات مناسب برای فهمش نمیاد. خب ما توی ویدیو میخوایم راجع به سری موضوعات صحبت کنیم. موضوعی که میخوایم این ویدیو راجع بهش صحبت کنیم موضوع اراده است. همون اراده معروفی که همون راجع بهش صحبت میکنیم که اراده کنم کار انجام میدم ولی اراده‌ام ضعیفه. من اومدم یه سری متا داده ها و یه سری متا آنالیز های معتبر رو بررسی کردم و توی اون اومدم دنبال این سوال که بالاخره این اراده که ما میگیم واقعا با یک صرف اراده کردن آیا ما میتونیم به تصمیمات مهم زندگیمون عمل کنیم یا نه. من آرش هستم و اینجا هگزا مایند هست و